تراکتوی‌ها بعد تساوی به سیم آخر زدن. از اظهارات تند خداداد عزیزی، از کلمات منشوری تا اسم بردن از یک تیم رقیب، تا واکنش تند خلیلزاده به داوری در آخر ویدئو، مدیر تیم فوتبال تراکتور در دفاع از سخنان جنجالی خود در پخش زنده تلویزیونی تأکید کرد که از هیچ قدرتی نمی‌ترسد و آن کلمه‌ای که به کار برده را همه در فوتبال ایران زمزمه می‌کنند، اما از بیان آن در مقابل دوربین هراس دارند. بخشی از مصاحبه او را ببینیم. حرکات کرده بود. نه با توجه به این چیزی که سابقه که ما دیدیم شبکه 3 پخش شد، ما میگیم شاید این کار ببینید قربونت برم، دوربینید دیگه نه؟ ببینید شما در طول شبانه روز بارها و بارها جمله بارها اجازه بده بارها و بارها این استفاده میکنید. یه عده‌تون میگید دیوونه، یا فیلم بدون سانسورش رو بالا میذارم. حالا اگر شما میخواید برای من ادا دراری، مثلا بگی من خوبم، یا عده‌تون میخواید اجازه بده. در لحظه ای که خداداد در حال مصاحبه بود، شجاع خلیلزاده، کاپیتان این تیم، در حالی که در حال عبور بود، یک جمله را به زبان آورد که خنده کنایه‌آمیز خداداد را هم به دنبال داشت. نمیخواهند ما قهرمان شویم. این تقریباً مشابه جمله است که هفته گذشته امیرحسین حسینزاده هم گفته بود. البته خداداد عزیزی و سرپرست تراکتور فوراً به کمیته انضباطی احضار شدند. حالا اسم بردن از تیم رقیب و جنجالی تر شدن مصاحبه. شجاع میگن نمیخوان ما قهرمان شیم، حرفشون همینه. میگن آقا چرا داورا فقط با مان؟ داور بازی قبلی هفته قبلش با پرسپولیس اون اتفاق افتاده تو شمس آذر، هفته بعدش دوباره اومده داور بازی ما بوده، همون اتفاق عکسش برای ما افتاده که اسکا کنار زمین میگه آقا شما داری برای پرسپولیس سود میزنی. اینو جملهش. حالا میخوان محروم کنن، میخوان محروم نکنن دیگه. نمیشه که اصلا حرف نزنیم. ما امسال هیچ سکوت کردیم، گفتیم آقا هیچ چی نگیم. طرفدارای تراکتور هم صداشون در اومده میگن آقا چرا هیچ چی نمیگید؟ آخه فایده هم نداره هیچ چی بهشون بگیم. حرف شجاع و حرف امیرحسین. اون هفته امیرحسین گفت، این هفته شجاع میگه، هفته بعد یه دیگه میگن آقا بده برای فدراسیون فوتبال، برای فوتبال ما بده. نمیشه که همش. چرا ما همش؟ چرا همش تراکتور؟ چرا اشتباه داوری برای تراکتور؟ بازی با فجر، همین بازی هفته قبلمون با استقلال خوزستان، چرا برای ما فقط؟ اگه این سربریدن نیست اسمش چیه؟ شما به من بگید من بفهمم. خودتون کارشناساتون میگن پنالتی بوده، من که نمیگم، من که نگفتم، بعد بازی مصاحبه نکردم. اگر پنالتی بوده 4 امتیاز، 2 تا اینجا 2 تا با فجر سوخته، 4 امتیاز سوخته، کی برمیگردونه اینا رو؟ هیچکی. مهمم نیست براشون. چرا تیمای بقیه تیمایی که حالا به هر دلیلی تیمای من نمیدونم من راجبش چی بگم، چرا خب به نظرم مظلوم ترین قشر فوتبال ایران داورها هستن، چون به اعتقاد بازیکنان خودشون بدون اشتباه و برتر هستن و همیشه تقصیر داور هستش. نظر شما چیه؟ لایک و ساب یادتون نره رفقا. خدا نگهدار.